5 دسامبر سال 1945 5 بمبانداز نیروی هوایی آمریکا به خاطر انجام تمرینات نظامی آماده پرواز شدند. هوا صاف و دریا آرام بود، آبی بود. همه چیز به خوبی پیش می رفت. پیلوت ها روی مسیر مشخص شده حرکت می کردند و کم کم به انتهای مسیر نزدیک می شدند. ناگهان قطب‌نمای پیلوت یا رئیس گروه به چرخیدن مثلا چه شروع کرد. فرمانده چارلز تیلور تمام تلاش خود کرد تا قطب‌نما را جور کنه، اما به نتیجه نرسید. دیگه پیلوت ها هم از طریق تماس رادیویی به نزدیکترین برج مراقبت تماس گرفتند و گفتند که ما تمام با یک مشکل یکسان روبرو شدیم، اما برج مراقبت نمیتونست محل دقیق آنها را تخمین بزنه. ارتباط رادیویی قطع شد و دیگه هیچ خبر از 5 پیلوت هواپیما به گوش نرسید. روز بعد تمام روزنامه ها نوشته بود قربانیان جدید مثلث برمودا. سلام، خوش آمدین به یک برنامه جدید. امروز دوباره آمدیم با یک برنامه جدید در مورد مثلث برمودا. مثلث برمودا در اقیانوس اطلس قرار داره. مساحت این مثلث مشخص نیست، اما اگر روی نقشه ببینیم با وصل کردن خطا میتونیم ببینیم که مثلث در کجاست. اما اگه دقیق خطها از کدام نقطه باید بکشیم مشخص نیست که باید از کدام نقطه این خطا را ما بکشیم. سالهای سال از مثلث برمودا به عنوان محل اتفاقات مهارت طبیعی رخ یاد میکنن یا یک مکان عجیب. داستان کشتی ها، هواپیماها که در مثلث برمودا غرق شدن دروغ نیست. تئوری های مختلف در مورد از وجود داره که چطور این اتفاق رخ میده. خیلی ها به این معتقد است که مثلث برمودا یک مکان نفرین شده است که خیلی ها ایره اتفاق یا پدیده طبیعی میبینن. اما روزانه تعداد زیاد هواپیماها و کشتی ها از مثلث برمودا عبور میکنند. این قسمت از رفت رو مردم ممنوع نشده، همه چیز خوب و نرمال پیش میره. اولین داستان از مثلث برمودا مربوط میشه به سفر کریستوف کولومبوس. او با آتش اشاره میکنه که از آسمان پایین میه و در هم وقت قطب‌نماها از کنترل خارج میشه. در اون زمان نیروی دریایی امریکا اعلان میکنه که هواپیماها قسم ناپدید شدن که فکر کنی به مریخ سفر کرده یا اصلا هیچ یک توته از اون پیدا نشده. در دهه 1940 خیلی اتفاقات بد صورت گرفت. در دهه 1948 افرادی که سرنوشتشان در مثلث برمودا تبدیل به یک علامت سوالی بزرگ شده بود، به 39 نفر دیگه هم اضافه شد در لیست. خیلی ها این منطقه را اقامتگاه شیطان میگن. نزدیک شدن به او عواقب تلخ به بار میاره. خیلی ها او را با آدم فضایی ها ربط میتن. بعضی ها هم گفتن که شهر گمشده آتلانتیس دقیقاً در زیر است و بعضی ها میگن که مثلا شهر گمشده آتلانتیس هم مثلث قرد کرده یا مثلا نموت یک چیز بگیم مامیانه برش. یا خیلی ها میگن که وقتی کسایی که گم میشن با طیاره یا کشتی هر چیز او دوباره مثلا دوباره میبرن، اما مثلا کدام گروه از دوباره دوزی میکنه از اونجا یا میبرشان مثلا در جای مثلا به نام آتلانتیس که هست در موجه مثلا ایرایشان میته که زندگی کنن که به نظر من یک رقم عجیب میه. اما واقعا چه اتفاقی در این منطقه در حال رخ دادن است؟ سال 2017 یک روزنامه آنلاین انگلیس در یک مقاله در مورد امراض مثلث برمودا منتشر کرد. این مقاله توسط یک محقق نوشته شده بود. در این مقاله نوشته بود که هیچ رازی وجود نداره. دلیل این اتفاقات اشتباهات انسانی و خراب بودن آب و هوا گفته می شود. هیچ آدم فضایی و اتفاق ماهواره طبیعی رخ نداده. مکانهای زیاد در روی زمین وجود داره که کسی از داستانشان یا یکی چه اتفاق داخلشان رخ میده خبر نداره که باز یک روز در مورد از اون برنامه میگیریم. مثلا
اهرام مصر که کی ساخته، یا خیلی رازهای دیگه است، مثلا خیلی مکانهای دیگه است که باز بعدا براتون ویدیو میسازم. اما واقعا یکی در این مثلث برمودا چی رو خواهید دیر هیچ کس سوال نفهمیده. این بود برنامه امروز اومدم مورد مثلث برمودا. امید از خوشتون آمده باشه. تا برنامه بعدی، خداحافظ، نگهدارتون.